دوستانی عزیز، خوش آمدیم به کانال ما امروز گلکرم بریان میکنیم. اون گلکرم را ریزه کردیم، ماندیم، نمک را تر کردیم. انا او مونده که این در تکن ترک رو انداختم برای بخشتر شدنش بریان میکنیم. این یک کم ترک آب میدوزم، یک سرر میجوشد، بعد بریان میکنیم. دوستانی عزیز، ما گلکرم رو دوختیم، تو جوش آمدنش نگاه میکنیم، میمونیم. دوستانی عزیز، اینه چی طوری که میبینید ما گلکرم ما جوشیده است، قریب تیار شده است. ما آبش خالی میکنیم، نصی باشد سر میکنیم. یک تایفه جدا کده میگیریم. دوستانی عزیز، ما یا کشته گرفتیم، تخممون شکستیم، کم ترک نمک میکنم. تخممون باید که بشکنیم. من پریپراوا دارم، کم ترک پریپراوا همراه میکنم برای با مزه شدنش. کم ترک چیورنی پریز دارم. آنها چطور میبینید تیزر میه. بعد میزنیم کم ترک تخمه. دوستان عزیز، من آرد دارم، کم ترک آرد همراه میکنم. سک شده که هم برچی بچسبه در گلکرم. دوستان عزیز، اینه شیما تیار شد، پریز داره، پریپراوا داره برامکه. اینه هم آرداختیم. اکه گلکرممون رو میدوزیم، یک تا سرخ میکنیم، میگیریم. سمیدی تماش بکنیم، گلکرممون رو سخت بشیم. عزیز، گلکرم ما تیار شد.
Inagakaram.